در کتاب هنر خوب زندگی کردن میگه که شما با شناسایی ریسک‌های نامطلوب و عدم انجام اونها باعث اتفاقات مثبت میشید و رسیدن به ریسک‌های مطلوب رو افزایش میدید. به نام خدا، قسمت 5 کارآفرینی در مدرسه کسب و کار جمع رو خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا اینجای کار معنای واقعی کارآفرینی رو درک کرده باشید. البته توی ضبط‌ها توپق زدن جزو قسمت‌های غیر قابل حذفه و ما ترجیح میدیم که خودمونی و صمیمی با شما عزیزانی که کنارمون هستید همراه باشیم. میخوام برگردم به واژه کارآفرینی در زبان انگلیسی که یک لغتیه که ریشه در زبان فرانسوی داره. انترپرنورشیپ یا کارآفرینی یه لغت انگلیسیه که ریشه فرانسوی داره. ما قراره توی این قسمت به معنا و مفهوم کارآفرینی بپردازیم. واژه کارآفرینی حدود 300 سال قدمت داره و اولین افرادی که اون رو استفاده کردن اقتصاددان‌ها بودن. ریچارد کانتیلون و آدام اسمیت در قرن 17 و 18 برای اولین بار از واژه کارآفرینی نام بردن و برای اولین بار اون رو مطرح کردن. اما اینکه ما حقیقتاً کارآفرینی رو به عنوان یک تخصص، مهارت یا علم بدونیم یا بگیم در دانشگاه درسی وجود داره که شما کارآفرینی رو یاد بگیرید یا نه، و اینکه شما بخواید الان بین کارمندی و کارآفرینی یک گزینه رو انتخاب کنید، در 100 سال اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته و تونسته افرادی رو به سمت خودش بکشونه. پدر علم کارآفرینی یعنی ژوزف شومپیتر میگه علم کارآفرینی در واقع همون عصاره درک فرصت هاست. یعنی شما بتونید در لحظه فرصت ها رو درک کنید و از اونها به نفع خودتون استفاده کنید. البته شومپیتر نسبت به کارآفرینی فراتر از یک فرصت یا بهره برداری از یک فرصت نگاه میکنه. شومپیتر میگه که یک کارآفرین یک نوآوری رو با خودش داره، یعنی یک نوآوری رو در خلق فرصت همراه خودش خواهد داشت و شومپیتر در 5 دسته نوآوری رو تقسیم کرد. اولین مورد معرفی یک کالای جدید. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از این شما برای آزمایش خون قند خون ناشتا رو که می‌خواستید بسنجید باید می‌رفتید آزمایشگاه و شاید ساعتی رو در آزمایشگاه معطل می شدید و جوابش زمان می برد تا به دست شما برسه. بعد از چند سال دستگاهی طراحی شد که شما بتونید قند خون ناشتا رو بدون رفتن به آزمایشگاه و در داخل منزل اندازه گیری کنید. پس این طراحی و اختراع کالای جدید یک موضوع، یک مشکل یا یک راهکاری بود تا باری رو از دوش مردم برداره. مورد دوم، بکارگیری طراحی جدید در محصولات قدیمی. مثلا تلفن هایی که سیم داشتن شاید دست و پاگیر بودن. برای اینکه این موضوع برطرف بشه تلفن های بی سیم اختراع شد و یک محصول قدیمی رو آپدیت و بروز کرد و استفاده اون رو بیشتر کرد و تونست محصول کاربردی برای خانواده ها باشه. گزینه سوم، ایجاد یک بازار جدید برای محصولی بود که توی بازار موجود بود. یعنی چی؟ با نوع تبلیغات و نوع بازاریابی میتونستیم و میتونیم محصولمون رو در قسمت‌های مختلف بازار یا در رده‌های سنی مختلف کاربردی کنیم، یا به زبان ساده‌تر کاربرد محصولمون رو از گروه مخاطب هدف مشخصی تغییر بدیم و این تماماً به تولید کننده و نحوه استفاده محصول یا خدماتی که ارائه دهنده اون محصول یا اون خدمت به جامعه ابلاغ میکنه میتونه این بازار جدید رو برای محصول قدیمی خودش تعریف کنه. از این مثال خیلی زیاد داریم.
مثلا خوراکی هایی که مخصوص افراد خاصی نبودند و بازار کمی داشتند، با لقب گذاری با بسته‌بندی جدید تونستند بازار سنهای پایین‌تر رو جذب کنند. یه تیتاب ساده که با یه بسته‌بندی ساده در بازار موجود بود و معمولاً بچه‌های بین 10 تا 12 یا 15 سال رو به خودش جذب می‌کرد، با طراحی جدید بسته‌بندی مخاطبین خودش رو افزایش داد و رده‌های سنی بین 5 تا 7 سال رو جذب خودش کرد. از این مثال در آدامس‌های خرسی هم مطرحه. یه زمانی که ما بچه تر بودیم و سنمون پایین بود، آدامسی مطرح شد به نام آدامس پولو. آدامس پولو دقیقاً از همین روش بازاریابی استفاده کرد تا بازه مصرف کنندگان محصولاتش رو گسترش بده و بتونه محصولات خودش رو به رده‌های سنی بالاتر یا پایین‌تر از رده سنی مصرف کننده های اون آدامس بفروشه. مورد بعدی کشف تأمین کننده مواد اولیه‌ای بود که هزینه پایین‌تری داشته باشه یا بتونه مواد اولیه متفاوت‌تر یا همراه با نوآوری رو در محصولات خودش استفاده کنه. معنای این جمله چیه؟ وقتی که تولید کننده مواد اولیه بتونه هزینه تمام شده یک کالا رو برای ما کاهش بده، افزایش سود واقعی و سود اسمی برای مجموعه ما، برای محصول ما، برای کسب و کار ما اتفاق میفته. و خیلی وقتها افزایش درآمد حاصل از کاهش هزینه تولید یا کاهش هزینه ابتدایی خدمات. مورد پنجم ایجاد یک ساختار جدید در یک صنعت. بذارید مثال بزنم. در خیلی از صنعت‌هایی که در حال حاضر موجوده، به روش‌های قدیمی یا جدید در حال تولید یک سری محصولات هستند، یا شرکت‌های خدماتی که خدماتی رو ارائه میدن به روش‌های قدیمی یا فعلی در حال ارائه یک خدمت هستند. وقتی شما بتونید در اون صنعت یک روش نوینی رو ابداع بکنید، یعنی صنعت از قبل موجوده و شما در اون صنعت وارد بشید و یک نوآوری رو در اون صنعت وارد کنید. مثلا تا قبل از این شاید کفش ها در یک سری کارگاه‌هایی تولید می شدن و رویه و زیره متفاوتی داشتن. شما میتونید با مکانیزه کردن دستگاه‌ها سرعت تولید رو بالا ببرید و کاهش قیمت و هزینه تولید داشته باشید و با این روش در اون صنعت با کاهش قیمت عرضه پیشرفت خوبی رو تجربه کنید. صفات یک کارآفرین. شاید یکی از مهمترین تعاریفی که باید بکنیم صفات یک کارآفرینه. اولین صفت یک کارآفرین پیشبینی آینده، تعریف یک آینده احتمالی یا آینده نگاریه. بذارید در قالب یک مثال براتون توضیح بدم. شما یک نقطه هدف احتمالی رو در نظر میگیرید و در مسیر رسیدن به اون هدف هر منابع یا اتفاقاتی که توی اون مسیر برای شما بیفته به نفع شما باید باشه تا به اون هدف مشخص شده برسید. این آینده نگاری یا تعریف آینده به معنای این نیست که شما نوستراداموس کسب و کار و کارآفرینی خودتون باشید، بلکه به این معناه که در تمام طول مسیر یک نقطه هدف احتمالی رو برای خودتون در نظر گرفتید تا حواشی که براتون توی مسیر کسب و کار پیش میاد و راههای جدیدی که براتون باز میشه شما رو از هدف اصلیتون دور نکنه. چون تمام قوای شما باید در راستای رسیدن به
هدف اصلی شما باشه و بتونید از تمام منابع و فرصت‌هایی که در مسیر برای شما پیش میاد به نفع خودتون برای رسیدن به اون هدف احتمالی استفاده کنید. این احتمال موفقیت شما و رسیدن شما به اون هدفی که برای خودتون تعریف کردید رو افزایش میده. و اما یک موضوع مهم، یک کارآفرین چه صفاتی داره؟ یک کارآفرین در درجه اول باید آینده نگار باشه، یعنی یک پیشبینی از آینده کارآفرینی خودش رو همیشه توی ذهنش داشته باشه و در طول مسیر رسیدن به اون هدف احتمالی و پیشبینی که خودش از کسب و کار و کارآفرینی خودش کرده از تمامی منابع و فرصتها به نفع رسیدنش به اون هدف احتمالی استفاده کنه. دومین صفت یک کارآفرین ریسک پذیر بودن. اما واقعا جواب این سوال خیلی مهمه. هرچی بیشتر ریسک پذیر باشیم ما قطعا موفق تریم؟ نه، قطعا اینطوری نیست. اگر بخوام براتون مثال بزنم میتونم با این زبان بهتون بگم. با این مثال میتونم براتون توضیح بدم. تصور کنید افرادی که قراره مهاجرت کنن، یعنی ریسک مهاجرت رو بپذیرن. عده‌ای هستن که ریسک پذیری پایینی دارن و ریسک مهاجرت رو میپذیرن و بعد از مهاجرت موفق میشن. عده‌ای دیگه هستن که ریسک پذیری بالایی دارن و حاضرن به هر قیمتی مهاجرت کنن. گاهن به صورت قاچاق مهاجرت میکنن، به صورت پناهندگی مهاجرت میکنن و سالهای زیادی رو در اردوگاه‌های پناهندگی میگذرونن. پس اونی که ریسک پذیری بالاتری داره صرفاً آدم موفق تری نیست و ممکنه به شکست‌های بزرگی منجر بشه. ولی برای کارآفرین بودن باید ریسک پذیر باشید. صفات دیگه‌ای که یک کارآفرین باید داشته باشه صفاتیه که مثل ارزش آفرین بودن، خلاقیت خیلی در بحث کسب و کار و کارآفرینی اهمیت داره. پیشرو بودن، قدرت ریسک و ریسک پذیری بالا و خلق ثروت. و در نهایت یک کارآفرین باید بتونه ارزش آفرینی کنه، پیشرو باشه در صنعت خودش، در کسب و کار خودش، خلاق باشه و بتونه خلق ثروت و سرمایه کنه. یک کارآفرین موفق ویژگی‌ها و صفت‌های منحصر به فرد خودش رو داره که در آینده به ویژگی‌های یک کارآفرین هم به صورت مجزا خواهیم پرداخت. تا الان هر چی که گفتیم مقدمه بوده. از قسمت بعد تازه جذابیت این دوره شروع میشه و این قسمت‌های جذاب رو از دست ندید. همراه ما باشید، پر انرژی برگردید، چون در جلسات بعد می‌خوایم که کاغذ و خودکار همراهتون باشه و با سوال و جواب پیش بریم تا موضوع رو به صورت کامل بفهمید. ممنون که همراهمونید.